جوان تاجیک رفته به کشور خارج، مادرش را، پدرش را، فرزندش را، همسرش را فراموش کرده. ما یکی از قصه هایی که از این پدرانی بیناموسی که رفتن از تاجیکستان به کشور روسیه، امروز داره فرزند اون یتیم مانده، تو در این خانه همسایه رفته گریه میکنه. وقتی میبینه که فرزند همسایهش تو تنش لباسی زیبا داره، تو پایش پای افضال زیبا داره، پدری بیناموس در کشور روسیه داره با یک جلبی عیش و نشرت میکنه. والله قسم میگیم روز قیامت بدبخترین انسان خواهی خیست. ای بی شرف، ای پسترین برخیز. چرا امروز نسبت پدر و مادر، همسر و فرزند خود تو اینقدر بیرحم گشتی؟ یکی از طفلانی که تو قد راه داشت گریه می کرد، یک برادر عزیزمان پرسان میکنه که ای جانم چرا گریه میکنی؟ آیا جایت درد میکند؟ میگه نه جای من درد نمیکنه. میگه پس چرا گریه داری؟ میگه به خاطر اشک مادرم گریه دارم. میگه مادر تو چی شده؟ آیا مادرت بیمار است؟ من میتوانم به او کمک بکنم. میگه نه مادرم بیمار نیست، مدتی چند سال میشه پدرم تلفن نمیکنه. آهای جوان تاجیک، والله قسم میگم روزی که از تن صحت ماندی باز به نزد فرزند تاجیکت خواهی آمد. اون زنی عروس تو را همیشه نگاه و بین نخواهد کرد. تو چرا امروز فرزند شیرین و گوارایت را امروز فقیر و بینوایی کردی؟ تو در خانه های مردم داره کار میکنه، زنت داره تو بازار سودا میکنه، بنام که شوهرش در شهری رسیه فلان رئیسه، بنام که شوهرش در شهری رسیه چقدر خانه و ماشین داره، او را همیشه در سری قورت میزنی، او را همیشه برده در سری قورت میزنی. از خدا بیترس، حالا که زنده هستی بیا به نزد همسروت، بیا به نزد فرزندانی خیش. والله روز قیامت جوابگو خواهی شد. حق پدری را اجرا نکردی، حق شوهری را به همسرت اجرا نکردی، سامین نفس اون شدی. تو گذاشتی که پسرت شراب خور بشه، دوست بشه، آدم کش بشه. بدبخترین انسان هم در این دنیا و هم در آخرت تو ای پدری بیناموس تو هستی. تو هستی که بعد از مرگت از فلان شخصیت ها لعنت به این پدری که تو را چونین تربیت کرده میشه. تو که امروز در کشوری رسیه میروی فرزندت را تربیت نمی کنی، زنی بیچاره چه کار بکنه؟ خانه را رفت و چین کنه، خوراک بیپزه. بیچاره تو بر این شوهری بیناموس کرده که داره امروز میره در فلان رستوران کار میکنه، بنام که فلانی زنی فلانی هست. آی نگید که فلانی زنی فلانی، گویید شوهری او در شهری رسیه بدبخت خریستیان شده، بدبخت ملعون شده. ایره بگینش، بگین در شهری رسیه مرده.